سلام میکنم به تمام دوستانی که در آینده این بحث رو خواهند دید و مخاطبان این برنامه. امروز درباره فساد و اشکال فساد صحبت میکنیم، رابطه فساد با سرمایه‌داری و فساد در نوع شیوه تولید. برای ارائه بحث دوست عزیزم کاظم رضایی کنار ماست. گفتمان فساد ستیزی بحث محوری همه محافل سیاسی. این بحث خیلی مصداقی دنبال نمی کنیم، اشکال نظریش رو سعی می کنیم پوشش بدیم و در انتهای بحث سعی می کنیم که گفتگوی بیشتری داشته باشیم. کاظم جان، شما یه سلامی بکن به مخاطبان برنامه و به نظرم برای شروع بحث ریشه فساد در سرمایه داری، یعنی ما اگه بخوایم در باب رابطه فساد و این شیوه تولید صحبت کنیم، فکر میکنم که مقدمه مناسبیه که دوباره بحث بشه. با سلام حضور سعید عزیز و تمام کسانی که این برنامه رو در آینده خواهند دید. موضوع امروز ما در خصوص فساد هستش. همونطور که میدونید فساد و گفتمان فساد ستیزی اوج سیاست سرمایه‌دارانه هستش. یعنی وقتی که سیاست سرمایه‌دارانه به اوج خودش میرسه در تمام دولت‌های سرمایه‌داری و دولت سرمایه‌داری خواهان مشارکت شهروندان میشه، گفتمان فساد ستیزی نیز در بالاترین سطح در جامعه سرمایه‌داری مطرح میشه. در واقع گفتمان فساد ستیزی جایی هست که سیاست سرمایه‌دارانه به اوج خودش میرسه. وقتی هیجان سیاسی در جامعه سرمایه‌داری به بالاترین سطح میرسه، تمام جناح‌های سرمایه‌داری به نوعی بر فساد تاکید میکنند و یکدیگر رو به فساد متهم میکنند و همگان علم فساد ستیزی رو بلند میکنند. پس به لحاظ نظری مبارزه با فساد همواره جایگاه رفیعی خصوصا در دموکراسی‌های سرمایه‌دارانه داره. هر پروژه سیاسی که توی سرمایه‌داری از طرف جناح‌های مختلف سرمایه‌داری مطرح میشه، این پروژه اشاره‌ای صریح نیز به فساد داره و مخالفان خودش رو فاسد خطاب میکنه. به عنوان مثال ترامپ دموکرات‌های مخالف خودش رو فاسد میدونه و دموکرات‌های مخالف ترامپ نیز ترامپ رو به کرونی کپیتالیزم، سرمایه‌داری رفاقتی و فساد و توزیع رانت متهم میکنند. اپوزیسیون در دولت‌های سرمایه‌داری دولت رو فاسد خطاب میکنه و دولت نیز اپوزیسیون رو فاسد خطاب میکنه. در ایران خودمون موقعی که بحث پروژه‌ای مثل برجام به میان میاد، طرفداران این پروژه مخالفان خودشون رو کاسب تحریم میدونن و در مقابل گروه دیگری که ممکنه مخالف مذاکرات باشه، یکی از چیزهایی که مطرح میکنه کسانی که طرفدار پروژه مذاکره هستن رو کاسب مذاکره خطاب میکنه. سوالی که وجود داره اینه که چرا با وجود این حجمه ظاهری که علیه فساد در جامعه سرمایه‌داری وجود داره، ولی درخت فساد تنومندتر شده، ریشه بیشتری دوونده و فساد روز به روز بیشتر شده. به عنوان مثال چرا روز به روز وال استریت به یک کازینوی خیلی بزرگتر و به یک قمارخانه تبدیل شده و با این همه مبارزه‌ای که مدعی هستند علیه فساد صورت گرفته، اشکال مختلف فساد نظیر لابیگری، رشوه و سایر اشکال فساد جایگاه بزرگتری پیدا کرده، نظیر تاراج دارایی‌های عمومی، اختلاس‌ها و همه موارد در تمام جوامع سرمایه‌داری بیشتر و در سطوح بالاتری مطرح شده. خب همونطور که پرسشی که مطرح کردی و میتونیم سر این صحبت کنیم اینه که فساد در کجا ریشه دوونده که هر مبارزه‌ای با غول فساد باعث شده که این غول
به مرور و طی تاریخ سرمایه‌داری بزرگتر و قوی‌تر بشه. توی ایران این اهمیت بسیار زیادی داره، چرا که یک اپوزیسیون پروغرب سرنگونی طلب در ایران وجود داره که مدام تبلیغ میکنه که دولت مستقر در ایران با فساد اداری، سیاسی و اقتصادی علاج ناپذیر روبروه و تنها راه پیشرفت در این کشور ایجاد یک دموکراسی ناب سرمایه‌داران است. این رو به عنوان یک پروژه مطرح میکنن، از طرف کسانی مطرح میشه، هم از طرف نظریه پردازان لیبرال دموکرات و هم از طرف کسانی که واضحاً ممکنه یه بخشی از اونها سر در آخر سازمان‌های جاسوسی غربی داشته باشن. خیلی از اونها از منفورترین موجودیت سیاسی روی کره زمین در حال حاضر اسرائیل حمایت میکنن و با این وجود موقعی که حرف میزنن از فساد ستیزی هم حرف میزنن. در سطح نظریه پردازی هم، در سطح نظری هم خیلی از نظریه پردازان لیبرال دموکرات موقعی که حرف میزنن این استدلال رو مطرح میکنند که اگر تجارت آزاد شکل بگیره، از طریق رقابت به اصطلاح آزادانه و عادلانه به صلح و رفاه منجر میشه، به پیشرفت منجر میشه. ما امروز بحث خواهیم کرد که آیا این نظریه درست هستش یا خیر. این نظریه چه چیزهایی رو به درستی منعکس میکنه و چه چیزهایی رو میپوشونه. آیا اینطوری است که اگر جامعه به یک لیبرال دموکراسی تبدیل بشه، این جامعه یک جامعه بدون فساد رو شکل خواهد داد یا خیر؟ ما این نظریه رو با استدلال هایی که مطرح میکنیم رد خواهیم کرد و نشون خواهیم داد امروز، اگه نتیجه بحث رو ابتدا بگیم و بعد وارد استدلال ها بشیم، نتیجه ای که خواهیم گرفت اینه که هرچه سرمایه‌داری بیشتر پیشرفت کنه و هرچه مدل دولت سرمایه‌داری به یک دولت لیبرال دموکرات تبدیل بشه، دموکراسی سرمایه‌دارانه بیشتر رشد کنه، اشکال فساد صرفاً پیچیده‌تر و قانونی‌تر و در عین حال بزرگتر میشه و این جامعه نمیتونه فساد رو از بین ببره. ببخشید کاظم جان، ببین همین ابتدای بحث ما قبل از ضبط برنامه درباره این صحبت کردیم که قراره که یه بحث نظری بکنیم راجع به این که رابطه در واقع فساد و سرمایه‌داری ریشه‌ای چیه. خب ولی همین مقدمه‌ای که گفتیم، من یکی دو تا سوال بپرسم که شفاف بشه بعد وارد بحث بشه. ببین میگه که یه مبارزات وسیع فساد ستیزی داریم که مختص به اپوزیسیون هم نیست، توی تمام انتخابات ها هست، اشکال مختلفی داره که کسانی که اپوزیسیونن انواع سودزنی داریم، نمیدونم حتی یه بخش عمده از ژورنالیست رو در واقع پوشش میده و تاریخ گسترده، یعنی تاریخش با کل تاریخ مدرن سرمایه‌داری همگن و ادعا اینه که چطوره که با این مبارزه وسیع فساد ستیزی همچنان نه تنها این غول فساد تضعیف نشده یا کنار زده نشده، بلکه همه‌گیرتر و گسترده تر شد. حالا اشکال قانونی هم به خودش گرفته و شکل‌های پیچیده تری، هرچی جامعه پیشرفته تر شده اشکال پیچیده تری گرفته فساد به خودش. داریم در واقع دو سطحش میکنیم، میگیم که این در سطح حکمرانی بحثا داره پیش میره و حکمرانی خوب و حکمرانی بد دال مرکزی همه فساد ستیزاست. یعنی همه کسایی که تو گفتمان فساد ستیزی هستن ادعاشون اینه که این ناکارآمد مدیریت درستی نداره و تو یک مدیریت ویژه‌ای که من دارم یا من نمایندگیش میکنم مسئله فساد برطرف میشه. حالا بحث ما ابتداعاً اینه که این انگاره رو بزنیم و وارد مراحل بعدیش بشیم. انگاره اصلی اینه که یه پله میایم عقب‌تر، زیربنایی نگاه میکنیم و فساد رو درون خود سرمایه‌داری میبینیم. تا اینجای بحث فکر می‌کنم جنبندی، اگه موافقی ادامه بده. بله،
بله کاملا درسته. یعنی سوال ابتدایی که ما با اون شروع میکنیم اینه که آیا فساد در سرمایه‌داری یک امر عارضی است یا یک امر ذاتی است؟ آیا فساد در سرمایه‌داری نقصی قابل رفع در سیستمه یا فساد بخشی از قلب این سیستم، بخشی از موتور محرکه این سیستمه؟ این سوال اساسی است که ما باید به اون جواب بدیم و من به شخص معتقدم که فساد امری عارضی نیست، امری تصادفی نیست، امری اتفاقی در سرمایه‌داری نیست. فساد در سرمایه‌داری امری ذاتی است و به تعبیر دقیق در دی ان ای سرمایه‌داری فساد جای داره. خب یعنی مبارزه با فساد ستیزی بلا موضوعه. یعنی ما فساد ستیزی رو یک پروژه شکست خورده از پیش تعریف بکنیم، بگیم که آقا اصلا موضوعیت نداره این بحث. یعنی منظر کلی وقتی نتیجه کلی چیه، وقتی میگه این عارضی نیست ذاتیشه، اصلا دیگه فساد ستیزی به این اشکال چون داره در واقع در سطح تقدیس سرمایه‌داری حرکت میکنه، وضعیت رو تو خود وضعیت موجود زیست میکنه، ما نقدش میکنیم. اما کل پروژه فساد ستیزی کجا واسه ما تعریف میشه؟ چیزی که ما فعلا میتونیم، یعنی ما معذرت میخوام واسه طرف، یعنی فساد ستیزی رو مساوی میدونی با مبارزه ضد سرمایه‌داری، یعنی این چیز نیست درون جامعه سرمایه‌داری فساد ستیزی معنی نداره مگه اینکه با کلیتش در بیفتی؟ به تعبیر کاملا دقیق همینجوره. یعنی در چارچوب سرمایه دارانه امکان فساد ستیزی وجود نداره. چرا وجود نداره؟ چون فساد اصلی خود سرمایه داری هستش. یعنی فساد اعظم و بزرگی که ریشه همه فساد هاست خود سرمایه داری هستش و شما نمیتونی خواهان یک سرمایه داری پیشرفته تر، یک سرمایه داری نابتر بشی و مدعی مبارزه با فساد هم بشی. این امکان ناپذیره. چرا؟ چون که خود سیستم سرمایه‌داری یه سیستم فاسد هستش. فساد توی سرمایه‌داری از کجا میاد؟ ما اگه بخوایم من میخوام وارد بحث نشیم، ببخشید وسط بحث. اولا که تو با من وقتی گفتگو میکنی با من اون طرف جبهه نیستم که بگم با یک سرمایه‌داری تمیز و ناب میشه جلوی فساد رو گرفت. خب در واقع توی یک متن داریم گفتگو میکنیم. خب سوال من اینه، مبارزه صنفی درون چارج، یعنی رابطه کار و سرمایه هست، رابطه مزدی هست، تضاد کار سرمایه هست. به واسطه وجود تضاد کار و سرمایه ما میتونیم نافی مبارزه صنفی بشیم، بگیم آقا این تضاد کار و سرمایه است و برای اینکه این وضعیت، این جامعه‌ای که اساسش بر استثمار و یک نظم ستمگرانه است، این نظم برداشته بشه، باید مبارزه با سرمایه داری بکنیم. اوکی، خیلی از طیف‌ها هستن که توی کانتکست مبارزه با خودشون رو مبارزان با سرمایه چیز میکنن، تعریف میکنن، ضد سرمایه داری خودشون تعریف میکنن و به کسایی که مبارزه صنفی سندیکالیستی میکنن میگن جریانات رفرمیست چپ. خب یعنی مبارزه صنفی رو با همین استدلال که آقا تو مبارزه صنفی میکنی، دستمزد رو از A میبری به B، ولی سرمایه‌داری به سادگی تمام مبارزات تو رو با یه جابجایی تورم، با یه سیاست پولی از بین میبره و تو در واقع انرژی طبقه کارگر تمام مبارزاتش رو به حاشیه بردی و داری درون خود سرمایه‌داری چانه زنی میکنی و این سندیکالیسم، این مبارزه صنفی در واقع مبارزه با سرمایه‌داری نیست. با همین استدلال در واقع مبارزه صنفی رو میبره کنار. من سواله برای اینکه شروع وارد بحث بشیم، این سوال واسه خودم مطرحه که ما با این استدلال که فساد ذاتی سرمایه است، مبارزه با فساد و درون سرمایه‌داری بلا موضوع، یعنی از این منظر بلا موضوع مبارزه با سرمایه‌داری نداریم، چون فسادی که ذاتی سرمایه هم هست و در واقع رقابت بین سرمایه‌داران هم هست در دزدیدن ارزش اضافی که تولید شده. خب بخشی از حمله میکنن به بخشی از حیات اجتماعی طبقه کاری. خب یعنی مقاومت در برابر این تعرض از نظر من موضوعیت داره. به نظرم نقطه کلیدی بحث ما همینجاست. شما
مقدمه رو بگو، اون چیز رو پوشش بدیم که ما چه چیزی از نظم سرمایه‌دارانه میفهمیم، این نظم ستمگرانه که در واقع فساد ذاتیشه، که بعد وارد این بحث قانونی بشیم که رابطه ما مبارزه با فساد و فساد ستیزیش رو توی 2 مرحله چطور میبینیم، مبارزه درون سرمایه‌داری و مبارزه علیه سرمایه‌داری. بله، در تکمیل صحبت‌های تو در مورد موضوعی که مطرح کردی یک نکته رو اول اشاره میکنم، بعد در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت میکنیم. موضوعی که وجود داره اینه که کسی منکر مؤثر بودن مبارزه صنفی یا مبارزه برای اصلاح نیست، یعنی کسی مخالف رفرم نیست و یکی از این رفرم ها هم میتونه مبارزه با فساد باشه. ولی نکته‌ای که وجه تفارق اینا است و ما باید روش تأکید کنیم این هست که باید مبارزه با فساد و در مطالبه گری رفرم رو طوری صورت بندی کرد که در افقی راهبردی و در یک روند راهبردی این به رفرمیسم منجر نشه، چون جامعه سرمایه‌داری قابلیت رفرمیستی نداره، یعنی قابلیت این رو نداره که با یک سری جرح و تعدیل ها این سیستم اصلاح بشه و مبارزه با رفرم میتونه توی حلقه های درخواست رفرم و اصلاحات میتونه از جمله مبارزه با مصادیق فساد میتونه به نوعی مطرح بشه که جامعه رو نسبت به اون فساد ذاتی سرمایه‌داری آگاه بکنه، به نوعی که جامعه در یک روندی با خطی مشی ضد سرمایه‌دارانه بتونه خودش رو تا اون حد توانمند کنه که بتونه این نظم مخرب سرمایه‌دارانه رو کنار بذاره. یعنی ما الان در مورد رفرم این که آیا خوب هست یا بد هست صحبت نمی کنیم. این که مبارزه با مصادیق، هیچ کس نمیتونه مخالف مبارزه با مصادیق فسادهایی باشه که کشف میشه. مسئله ما یکم قانونی تر هستش، یعنی ما میاییم میگیم اون ایدئولوژی که یه عده زیادی از جامعه طرفدار اونن، فکر میکنن از طریق یک لیبرال دموکراسی و از طریق آزادی تجارت و از طریق به قول خودشون رقابت عادلانه و منصفانه میشه یک جامعه بدون فساد رو شکل داد. ما میخوایم اینو نقد بکنیم و تو اون مرحله یک مرحله بحث‌های دیگه است و منم مخالف مبارزه با مصادیق فساد نیستم و اونو مؤثر هم میدونم. پس ما اینجا میخوایم صحبت کنیم که چرا در این مرحله ما میگیم که فساد بزرگ خود سرمایه‌داری هستش. خب فساد در سرمایه‌داری میتونیم به 3 شکل اساسی راجع به این فساد صحبت کنیم. یک، شیوهی که سرمایه‌داری تولید شده، یعنی شیوهی شکلگیری سرمایه‌داری، این شیوه خودش فاسد بوده. یعنی شیوهی که سرمایه‌داری شکل گرفته در جهان، در تاریخ بشریت، این شیوه خودش فاسد بوده. چگونه فاسد بوده؟ سیر شکلگیری سرمایه‌داری در دنیا تاریخ سلب مالکیت از تولید کنندگان مستقیم بوده، تاریخ بردهداری و بردهگیری بوده، تاریخ غارت مستعمرات بوده، تاریخ تصرف زمین‌های مشاع و مراتع عمومی بوده، تاریخ بیخانمان سازی و کار اجباری بوده و به مدد این اقدامات وحشیانه و به مدد خون و کثافتی که در انباشت بدوی شکل گرفته، سرمایه‌داری یک نقطه آغازی پیدا کرده که تونسته عده‌ای رو به مالکان ابزار تولید تبدیل کنه و عده زیادی از جمعیت جهان رو به افرادی تبدیل کنه که مالک هیچ چیزی برای فروش به عنوان کالا نیستن جز نیروی کارشون. یعنی اون انباشت بدوی و تاریخ شکلگیری سرمایه‌داری با خون و کثافت و با بیرحمی و با جنگ و غارت تونسته طبقه سرمایه‌دار و طبقه کارگر و تولید کنندگان مستقیمی که هیچ سهمی از ابزار تولید و ابزار معاش در جامعه رو ندارن رو شکل بده و این نقطه آغاز سرمایه‌داری بوده. 2، یک فساد دیگه در
سرمایه‌داری داریم اون شیوهی هست که سرمایه‌داری تولید میکنه. شیوهی که سرمایه‌داری تولید میکنه هم فاسده. چجوری شیوهی که سرمایه‌داری تولید میکنه فاسده؟ اینه که موقعی که فرایند تولید سرمایه‌داری رو در استمرارش در نظر بگیریم سرمایه به بیان مارکس به کار مرده‌ای تبدیل میشه که همچون موجودی خوناشام تنها با مکیدن کار زنده میمونه و هرچه کار زنده بیشتری به مکه بیشتر زنده میمونه. یعنی چی؟ یعنی سرمایه‌داری در روند تولید، در فرایند تولید سرمایه‌داری واجد یک حیات انگلی هستش و این اوج فساد هستش. تو به تولید تصرف ارزش اضافی توسط سرمایه اشاره کردی. مهم صرفاً فقط این نیست که در فرایند تصرف ارزش اضافی توسط سرمایه کار دیگران، محصول کار دیگران رو بدون پرداخت هیچ مابعضایی، بدون پرداخت هیچ عوضی تصرف میکنه. فقط مسئله این نیستش. این درسته، این اتفاق میفته. ولی اگر همین روند تولید سرمایه‌داری رو در استمرارش طی دهه‌ها در نظر بگیریم، یعنی تولید و باز تولید سرمایه‌داری رو در نظر بگیریم، اون موقع کل موجودیت سرمایه به موجودیتی انگلی تبدیل میشه. چرا و چگونه این اتفاق میفته؟ یعنی این کل ابزار تولید، اگر این روند رو در استمرارش در نظر بگیریم، کل ابزار تولید، کل سرمایه متغیر، یعنی مزدی که سرمایه‌دار پرداخت میکنه و با اون طبقه کارگر رو به استخدام خودش در میاره، این چیزی جز محصول کار پیشین طبقه کارگر نیست. در واقع سرمایه در روند استمرارش تبدیل میشه به یک کار مرده که محصول طبقه کار پیشین طبقه کارگر بوده و با این کار مرده کار جدید رو به خدمت میگیره. جدید رو به خدمت میگیره. به قول مارکس این کار سرمایه مثل همون حقه قدیمی است که فاتحان با پولی که از شکست خوردگان میگرفتن، با پولی که از شکست خوردگان میدزدیدند، کالاهای خود شکست خوردگان رو میخریدند. یعنی یک طبقه فاتحی در طول تاریخ شکل گرفته که نه تنها ارزش اضافی رو بدون مابعضا از طبقه کارگر استخراج کرده و به تصرف خودش در آورده، بلکه خود سرمایه نیز چیزی جز این نیستش. اگه من بخوام چند فقره از چیزهایی که مارکس در این خصوص رو گفته اگه بتونم بخونم. اول اینو یه بار شفاف کنیم. میگه که این رابطه میتونی مقطعی در اینجا نگاه کنی که ارزش اضافی داره چطور استخراج میشه، تو چه رابطه استخراج میشه. میتونی یک تایملاین رو بلندتر کنی و ببینی در این تاریخ که این طبقه سرمایه‌دار مسلط شده، تاریخاً این استثمار رو انجام داده و الان چیزی که به اسم سرمایه داره، این چیزی که به عنوان میاره به عنوان ابزار تولید، این چیزی که به عنوان مایه املکش میاره وسط، در واقع حاصل استثمار پیشینه، حاصل کار طبقه کارگر در گذشته است. بله. این در واقع به خاطر این تاریخی که طی کرده حالا تبدیل به یه موجودیت شده که مولده و داره این موتورش روشن شده و خود به خودی میتونه کار بکنه. بله، تا حدی اینجوره و دقیقاً اینجوره. حالا یه توضیحاتی میدم که این چرا اینو سرمایه‌داری تونسته اینو بپوشونه و طی چه مکانیزمی توی مرحله بعدی بحث راجع به این بحث خواهیم کرد که چجوری این پوشانده میشه. چیزی اگه من اجازه بدی در همین خصوص یه چند تا نقل قول از مارکس بخونم. مارکس میگه توی سرمایه، میگه که هنگامی که با گذر زمان سرمایه‌دار با تصرف ارزش اضافی معادل سرمایه اولیه خود را مصرف می‌کند، ارزش سرمایه فعلی او بازنمود چیزی جز میزان کل ارزش اضافی که بدون پرداخت عوض توسط وی تصرف شده است نیست.
حتی یک اتم واحد از ارزش سرمایه پیشین او دیگر وجود ندارد و همه آنچه که به عنوان سرمایه در حال حاضر به او تعلق دارد چیزی جز حاصل غارت طبقه کارگر نیست. بنابراین تداوم صرف فرایند تولید ضرورتاً دیر یا زود هر سرمایه‌ای را به سرمایه انباش شده یا ارزش اضافی سرمایه شده تبدیل می‌کند. حتی اگر سرمایه اولیه حاصل کار شخصی به کارگیرنده آن باشد، یعنی حاصل کار شخصی خود سرمایه‌دار باشد، دیر یا زود ارزشی می شود که بدون پرداخت معادل از جانب سرمایه‌دار تصرف شده است. دیر یا زود کار پرداخت نشده دیگرانی می شود که یا در شکل پول یا در اشکال دیگری مادیت یافته است. یعنی موقعی که این فرایند رو در استمرارش، فرایند تولید سرمایه‌داری رو در نظر بگیری و سرمایه‌دار به عنوان در قالب تصرف ارزش اضافی و مصرف ارزش اضافی به اندازه سرمایه اولیه‌ای که پیش انداخته ارزش اضافی رو به تصرف خودش در بیاره، یک نقطه زمانی خواهد رسید که دیگه توی سرمایه فعلی که این سرمایه دار داره حتی یک اتم از سرمایه اولیه اون هم موجود نیست و کل سرمایه دار حاصل غصب دسترنج طبقه کارگر هستش. ببخشید برای شفاف شدنش، اینجا که میگی تاریخاً نگاه کن به این چیزی که این طبقه به دست آورده، تو در واقع طبقه کارگر منفرد رو بررسی نمی‌کنی. میگی این طبقه کارگر تاریخاً استثمار شده و سرمایه‌ای رو تولید کرد. خب پس اینجا تو بحثمون ما با سرمایه‌دار منفرد هم موضوع بحثمون نیست. ما راجع به طبقه صحبت می‌کنیم که در واقع این از حاصل کل این دسترنج، از حاصل سرمایه‌ای که به وجود، یعنی ما وارد هنوز رقابت بین سرمایه‌داران، دزدی بین سرمایه‌داران و این کانتکست نشدیم. اینا رو یک موجودیت واحد می‌بینیم که چطور از این در واقع تو ریشه‌ای ترین حالتش دارن استثمار میکنن و از استثمار گذشته دارن بهره میبرن. بله کاملا درسته. یعنی ما داریم یک تحلیل انتزاعی در سطح ماکرو و کلان ارائه میدیم، یعنی توی کلان جامعه رو داریم در نظر میگیریم، نه یک سرمایه‌دار منفرد در قبال یک کارگر منفرد، بلکه داریم در یک طبقه سرمایه‌دار و یک طبقه کارگر رو در نظر اونم تاریخی، مثلا در یک مقطعی مشخص. بله، با در استمرار فرایند تولید سرمایه‌داری، در موقعی که سرمایه تولید و باز تولید میشه. یک فقره دیگه از مارکس در این خصوص میخونم، میگه ابزار تولیدی که با آن نیروی کار بیشتری تولید میشود، یعنی ابزار، یعنی ماشینالات، مواد خام و ابزار تولیدی که سرمایه‌دار به حرکت میندازه تا نیروی کار جدید رو باش استخدام کنه، و همچنین ضروریات زندگی که با مصرف آن کارگران به حیات ادامه میدن، یعنی مزدهایی که به طبقه کارگر پرداخت میکنه و اون تبدیل به ضروریات زندگی طبقه کارگر میشه تا بتونه تداوم حیات بده طبقه کارگر. همه اینها چیزی جز اجزای سازنده محصول اضافی، چیزی جز اجزای سازنده خراجی که سالانه توسط طبقه سرمایه‌دار از طبقه کارگر بیرون کشیده میشود نیست. همه اینا موقعی که در استمرارش در نظر بگیری مثل خراجیه که سالانه طبقه کارگر به طبقه سرمایه‌دار میده. مصرف طبقه کارگر خراجی است که به حتی مصرف طبقه کارگر هم از محل کار پیشین طبقه کارگر هستش. یعنی موقعی که طبقه کارگر در استمرارش در نظر بگیری فرآیند تولید سرمایه‌داری رو، طبقه سرمایه‌دار با محصولی که طبقه کارگر توی یک ماه پیش، یک هفته پیش، یک سال پیش تولید کرده، بخشی از اون محصول رو میفروشه و محصولی که تماماً حاصل دسترنج طبقه کارگر هستش و بدون مابعضا اونو تصرف کرده، بخشیش رو به عنوان مزد به طبقه کارگر میده که با اون ضروریات زندگیش رو بخره. اگه اینو در استمرارش در نظر بگیریم، گفتیم که حتی یک اتم از سرمایه طبقه سرمایه‌دار دیگه اون سرمایه اولیه‌ای که به کار انداخته نیستش. هرچند که طبقه سرمایه‌دار، اینو مارکس میگه در ادامه، هرچند که طبقه سرمایه‌دار با بخشی از آن خراج نیروی کار بیشتری را حتی با قیمت کاملش خریداری کند، یعنی برابر در مقابل برابر مبادله بشه و ارزش نیروی کار رو به تمامی پرداخت کنه،
باز هم این معامله تماما همان حقه قدیمی هر فاتحی است که کالاها را از شکست خوردگان و فتح شدگان با پولی که از آنها دزدیده است می‌خرد. یعنی باز هم کل سرمایه‌ای که حتی به کار می‌اندازه تا نیروی کار جدیدی رو استخدام کنه، اون سرمایه هم سرمایه است که یک طبقه کارگری، حالا نه لزوما کارگران فعلی، در یک تاریخی تولید کردن و اونها رو بدون اینکه مابعضایی پرداخت کرده باشه، بدون اینکه عوضی پرداخت کرده باشه، به تصرف خودش در آورده. پس سرمایه در این ساحت، در فرایند تولید سرمایه‌داری، یک حیات انگلی داره، یک حیات انگلی و فساد بزرگ اینه. گفتیم این دومین شکل فسادی هستش که توی اون ساحت کلان میتونیم در موردش حرف بزنیم. گفتیم شکل اول شکلی بود که سرمایه شکل گرفته بود، نظام سرمایه‌داری ایجاد شده بود و فساد دوم هم شیوهی بود که سرمایه‌داری تولید میکنه و فساد سوم چیه؟ شیوهی است که سرمایه‌داری باز تولید میشه. توی این هم فساد هستش. چجوری توی اون هم فساد هستش؟ اینه که سرمایه نه تنها از چیزی که از طبقه کارگر میگیرد، یعنی از نیروی کارش سود میبره، بلکه از چیزی که به طبقه کارگر میدهد هم سود میبره. از مزدی که به طبقه کارگر میدهد هم سود میبره. چجوری سود میبره؟ چون که مزدی که به طبقه کارگر میده و این مزد توسط کارگر در ضروریات زندگی مصرف میشه و باعث میشه که کارگر زنده بمونه، حیاتش ادامه پیدا بکنه، همین باعث بازتولید سرمایه میشه. چرا؟ چون موجود نیازمندی رو بار میاره که با نیروی کار خودش میتونه سرمایه رو زنده نگه داره. بازم اگه به مارکس رجوع کنیم که خیلی قشنگتر اینا رو گفته، من اجازه میخوام یکی دو تا نقل قول دیگه از مارکس بخونم. مارکس توی سرمایه میگه سرمایه‌دار با تبدیل بخشی از سرمایه‌اش به نیروی کار ارزش کل سرمایه خود را افزایش می‌دهد. او با یک تیر دو نشان می‌زند. او نه تنها از چیزی که دریافت می‌کند، یعنی نه تنها از نیروی کاری که خریداری می‌کند، بلکه از چیزی که به کارگر می‌دهد، یعنی از مزد پرداختی نیز سود می‌برد. سرمایه مبادله شده با نیروی کار توسط کارگران به ضروریات زندگی تبدیل می شود که از طریق مصرف آنها عضلات، اعصاب، استخوان‌ها و مغزهای کارگران موجود باز تولید می شود و کارگران جدیدی با زاد و ولد طبقه کارگر به دنیا می آیند. مصرف فردی کارگر چه درون کارگاه چه بیرون آن صورت گیرد، چه بخشی از فرایند تولید باشد چه نباشد، عاملی از فرایند تولید و باز تولید سرمایه را شکل می دهد. همونطور که تمیز کردن ماشینالات چه در هنگام کار کردن آنها یا چه در هنگام توقفشان عاملی از فرایند تولید و باز تولید سرمایه است. این واقعیت که کارگر وسایل معاشش را به خاطر خود و نه برای خوشایند سرمایه‌دار مصرف می‌کند، تغییری در مسئله ایجاد نمی‌کند. مصرف غذا توسط حیوان بارکش به این دلیل که حیوان از چیزی که می‌خورد لذت می‌برد باعث نمی‌شود تا این مصرف عاملی ضروری در فرایند تولید نباشد. حفظ و بازتولید طبقه کارگر یک شرط ضروری برای بازتولید سرمایه است و هماره باید باشد. در واقعیت مصرف فردی کارگر برای خود او غیر مولد است، چرا که چیزی جز یک فرد نیازمند بازتولید نمی‌کند. اما این مصرف برای سرمایه‌دار و دولت مولد است، چرا که تولید نیرویی است که ثروت آنها را خلق می‌کند. یعنی توی باز تولید سرمایه، تو اون سطح سومی که داریم الان بحث می‌کنیم، حتی مصرف طبقه کارگر هم به نفع سرمایه‌دار هستش، طبقه سرمایه‌دار هستش و چیزی است که از اون سود میبره و در این وجه باز تولید هم سرمایه‌دار نظام سرمایه‌داری فاسد هستش. این وجه سوم باعث میشه که چه اتفاقی بیفته؟ باعث میشه که کارگر به زائده سرمایه تبدیل بشه. کارگری که خالق ثروت هاست، کل ثروت اجتماعی چجوری خلق شده؟ کل ثروت اجتماعی که خلق شده در نظام سرمایه‌داری حاصل تلاش و کار تولید کنندگان مستقیم بوده، ولی در عمل اتفاقی که میفته با استمرار نظام سرمایه‌داری، این کارگر که خالق ثروت ها هستش به زائده ماشینالات، به خادم ماشینالات، به زائده سرمایه تبدیل میشه.
حتی موقعی که در خونه داره مصرف هم میکنه و درون کارگاه یا کارخونه هم نیست، زائده سرمایه‌دار هستش. به تعبیر مارکس، کارگر پیش از آن که نیروی کارش رو به سرمایه‌دار بفروشد، به سرمایه‌دار تعلق دارد. یک جور بردگی اقتصادی هستش این نظام، که این بردگی اقتصادی با قرارداد کار، با اینکه کارگر به انتخاب خودش کارفرماش رو انتخاب میکنه، پوشانده میشه. حقوق مالکیت و قرارداد کار و آزادی در قرارداد کار عواملی هست که باعث میشه این فساد پوشانده بشه. یه دقیقه ببخشید، بذار اینو روشن بگیم. یه دونه میگه که آقا فساد در شیوه تولید است. خب بعد نقطه اول رو میذاری اونجایی که توی تاریخ شکلگیری سرمایه‌داری است و انباشت بدوی جزوشه، غارت، جنگ و اون سرمایه‌ای که برای در واقع موتور محرکه سرمایه‌داریه. خب تو مرحله 2 میگه آقا این رابطه کار و سرمایه به خاطر اینکه نه تنها در خودش تو حالت استثمار داره، بلکه تاریخاً اون چیزی هم که داره به عنوان پیش میاره به عنوان ابزار تولید یا سرمایه متغیر، این هم حاصل غارتی که در سرمایه از طبقه کارگر پیشتر. ولی اینجا این نکته هنوز برای من روشن نیست. اونجایی که میگی که اونجایی که میگی طبقه کارگر مصرفش هم سودآور برای سرمایه دار، و این نمیفهم چه شکلی از فساده، از کجا اینو میذاری تو اشکالی از فساد. اونجا که غارت مشخصه، خب شفاف هست چی میگم؟ بله. یه جا میگی غارت، خب غارت و استثمار ستمگران است. حالا اینجا که مصرف طبقه کارگر برای بازتولید حیات اجتماعیش به سود طبقه سرمایه داره، این هم برای من شفافه، چون این در واقع خودش رو بازتولید میکنه که اونجا به عنوان نیروی کار سر کارش حاضر باشه، خب بره که ثروتی رو سرمایه‌ای رو تولید کنه. حالا این چطور شکلی از فساده؟ این شفاف نیست واسم. یعنی نمیتونم خیلی فرمول بندیش کنم بگم که تو اینو به عنوان اشکالی از فساد درون شیوه تولید داری نام میبری دیگه. بله، ببینید بستگی به این داره که فساد رو چجوری تعریف کنیم. در فساد یک معنای فساد غارت هستش، این یک معنای مصطلحی هستش که غارت میتونه فساد باشه. ولی اگر از یک زاویه دیگه نگاه کنیم، تو بازتولید، اون وجه سومی که عرض کردم، توی اون وجه سوم ما یک سوژه داریم، یک خالق ثروت داریم که تبدیل شده به زائده ماشینالات، تبدیل شده به زائده سرمایه، تبدیل شده به خادم سرمایه. یعنی به تعبیر دیگر یک اربابی داریم که ثروت‌ها رو خلق کرده در واقعیت، در حقیقت امر، و این تبدیل شده به زائده و خادم. اربابی که تبدیل به رعیت و برده شده، بردگی اقتصادی، و این خود این فساد هستش. یعنی تو شکل به بند کشیده شدن طبقه کارگر رو، یعنی موقعی که در خونه مصرف هم میکنه به نوعی و به تعبیری توسط سرمایه به بند کشیده شده، با حلقه های نامرئی به بند کشیده شده. میفهمم رفیق جان، من میگم که تو داری کل شیوه سرمایه داری رو توضیح میدی، خب شکل رابطهش با طبقه کارگر، شیوه تولیدش، اینا، و میخوام در ادامه بحث اینو متوجه بشم. تو میخوای بگی کل این شیوه تولید، من توضیح دادن شیوه تولید سرمایه‌داری مساوی است با توضیح دادن فساد در سرمایه‌داری. یعنی ما در ادامه بحث این شکلی پیش میریم که آقا مثلا اونجا تولید در کارخانه بود، اینجا مصرف در خانه است، باز تولید حیات اجتماعی. ما به همه اینا داریم میگیم فساد. خب من میخوام واسه من و مخاطب روشن باشه که چرا ما به همه اینا داریم میگیم فساد. چون یعنی با این جمله که چون سرمایه داری یک شیوه ستمگرانه، یک رژیم انباشت ستمگرانه است، ما به زاد و رشدش، به هر چیزی که درونش، اون مکانیزمی که درونش هست، خب، و مکانیزمی که باش
با این منطق باید فتیشیسم هم بگذاریم جزء بخشی از فساد. یعنی بیایم توضیح بدیم رابطه کالایی رو توضیح بدیم، بگیم آقا وقتی ما رابطه پولی رو توضیح بدیم و بگیم اینا همه اشکالی از فساد. من تعبیری که به کار بردم از فساد، یعنی در واقع ما داریم معنایی که از فساد به ذهن من متبادر میشه رو دارم شرح میدم و نهایتاً سرمایه رو یک واجد، یک حیات انگلی میدونم و این میتونه به عنوان فساد تعریف بشه و واقعا هم فساد هستش، چون ذهن ما به صورت روزمره عادت کرده به این که مثلا مواردی نظیر رشوه و اختلاس رو به عنوان فساد بدونه. ممکنه این فساد عظیمتر رو فساد ندونه، فسادی که تو سطح سومی که در حوزه بازتولید سرمایه صحبت کردم آثار ایدئولوژیک بسیار زیادی نیست به بار آورده، یعنی آثار ایدئولوژیک مخرب بسیار زیادی رم به بار آورده. ذهن ما عادت نداره که اینو فساد بدونه، ولی اگر این رو بپذیریم که سرمایه داری طبق توضیحاتی که دادم یک حیات انگلی داره، تو اون سطح سوم هم میتونیم ما این رو فساد بکنیم، یعنی چشممون طوری به این قضایا نگاه کنیم که چشممون عادت کنه که این رو هم فساد بدونه. این که شما خالق ثروت رو که طبقه کارگر و تولید کنندگان مستقیم هستن، این رو به یک برده اقتصادی تبدیل میکنی تو یک نظامی که تبدیل میشه به زائده ماشین، به زائده سرمایه، به خادم ماشین، این چیزی جز فساد از نظر من نمیتونه باشه و یک شکلی از فساد هستش. خب حالا این با فساد رشوه و اینا تفاوت داره، آیا کوچیک‌تره یا بزرگتره؟ به نظر من این فساد بسیار بزرگتری هستش و اتفاقا الان مرحله جای خوبی بحث رو رسوندیم که میتونیم راجع به این صحبت کنیم که این سه سطحی که در مورد فساد در سرمایه داری گفتم چه تبعات ایدئولوژیکی به همراه داره و چگونه در آگاهی ما این پدیدار میشه. اگه موافق باشی میتونیم یه چند دقیقه‌ای راجع به این صحبت کنم که این فسادی که راجبش صحبت کردیم چگونه در آگاهی ما پدیدار میشه و شیوه پدیدار شدن اون به چه شکلی هستش. من موافقم، ولی الان بذار یه بار اینجوری صورت بندیش کنم. میگی ببین سرمایه داری تاریخ داره، خب صنعت تولید کرده، تکنولوژی تولید کرده، تاریخ، فرهنگ، یعنی یک تاریخ چند صد ساله‌ای داره و یک تمدنی رو شکل داده. بله. خب این شیوه تولید تمدنی رو شکل داده، اشکال مختلفی از حکمرانی و اینا هم داره، اشکال مختلفی از حالا آیا فساد یعنی در راه تولید این تمدن، در راه تولید این تکنولوژی فلان اینا، فساد محصول فرعی سرمایه داری است؟ خب یعنی ادعای یه سری اینجوریه دیگه، آقا این یک تاریخی رو ساخته، این اشکالی از تمدن رو که ظاهرا درخشان ترین شکل تمدنه این به وجود آورده، خب و فساد هم محصول فرعی رشد این تمدنه، همینجور که جنگ محصول فرعیشه، نمیدونم. ولی الان ادعای بحث تو اینه که این محصول فرعیش نیست، این موتور محرک، فساد موتور محرکه سرمایه داری است، ذاتی سرمایه، ذاتی این شیوه تولید است. به تعبیری که گفتم کاملا همینجوره. حالا در مورد تمدن هم بستگی داره به این که تمدن رو چی تعریف بکنیم. اگر تمدن رو به معنای معمول تعریف بکنیم، سرمایه داری تمدن شکل داده، ولی اگر تمدن رو به شیوه عقلانی و انسانی تعریف بکنیم، جامعه‌ای که ما تو اون زندگی میکنیم، جامعه سرمایه‌داری، از نظر من نمیتونیم اونو تمدن بدانیم. بستگی داره به این که چه چیزی رو تمدن بدونیم. اگر حاکمیت عقل بر جامعه یکی از شاخصه های تعریف یک تمدن باشه، این نظام سرمایه‌داری تمدن نیست، که ما این که بردهداری و فئودالیسم هم نیست. نظام‌های پیشا سرمایه‌داری هم ممکنه نباشن و این شکل از تعریف
این شکلی که ما تعریف میکنیم یعنی قائل به این هستیم، این نفی که ما میکنیم اینی که میتوانیم جامعه انسانی شکل بدیم که در اون عقل حاکم باشه. عقل حاکم باشه. پس من حالا به تعبیر خودم سرمایه‌داری رو تمدن نمیدونم، ولی اگر شما بخواید معیارهای تمدن رو شهرنشینی، نمیدونم زندگی اجتماعی و اینها تعریف کنید، خب به هر حال سرمایه‌داری شکل داده، فئودالیسم شکل داده، نظام بردهداری به همچین تمدنی شکل دادن و میتونیم اونو تمدن تعریف کنیم. بستگی داره که ما چجوری تمدن و مدنیت رو تعریف بکنیم. اگه نظام منظورمون این باشه که یک زندگی شهرنشینی تشکیل داده، یک مدنیت به معنای معمول شکل داده، خب سرمایه‌داری شکل داده. خب برگردیم پس سر همون بحثی که مطرح کردم که این فسادی که ما در سرمایه‌داری صحبت کردیم و گفتیم که در دی ان ای سرمایه‌داری جای داره، این چجوری بازنمود پیدا میکنه، چجوری پدیدار میشه. گفتیم که این کاره که ثروت‌ها را خلق میکنه، اما این ثروت‌ها به عنوان نیروهای طبیعی و فنی سرمایه پدیدار میشن. یعنی چیزی که کار خلق کرده در حافظه عمومی، در دیدگاه عمومی به عنوان نیروهای طبیعی و فنی سرمایه‌داری، به عنوان مشخصات و خصوصیات ذاتی و طبیعی سرمایه‌داری داره پدیدار میشه. سرمایه انگله، به تعبیری که دارای حیات انگلیه، به تعبیری که عنوان کردم توی بخش اول بحثم. ولی این سرمایه به عنوان یک ارزش افزا پدیدار میشه، به عنوان پولی که پول میاره پدیدار میشه، به عنوان انگار که یک پولی است که شما بدون اینکه چیزی دخالتی درش داشته باشه معجزه میکنه و پول بیشتری خلق میکنه. و نقش کار در خلق ارزش و نقش کار در خلق ثروت به کلی در این شکل پدیداری محو میشه. در واقع سرمایه یک کار دیگه هم داره انجام میده. سرمایه داره سوژه رو به ابژه تبدیل میکنه. به چه نحو سوژه رو به ابژه داره تبدیل میکنه؟ انسانی که با کار خودش داره تاریخ رو میسازه، تبدیل میکنه به ابژه کار مرده، به ابژه ابزار تولید، به ابژه ماشینالات، به ابژه کار پیشین طبقه کارگر که شکل سرمایه به خودش گرفته و به زائده و خادم ماشین و سرمایه تبدیل میکنه. یعنی توی این سطح، توی شکل پدیداری حتی میاد سوژه رو تبدیل میکنه به ابژه. چگونه اینو انجام میده؟ طی چه مکانیزمی اینو انجام میده؟ چیزی که من دوست دارم، حالا یکم ممکنه بحث خسته کننده باشه ولی اهمیت داره که بهش بپردازیم، اینه که توی سرمایه داری پدیدار رفلکشن یا انعکاس ذات و حقیقت نیست. یعنی چیزی که به عنوان پدیدار میبینیم این بازتاب و انعکاس ذات و حقیقت جامعه ما نیست، رفلکشن اون حقیقت و ذات نیست، بلکه ریفرکشن اون هستش. یعنی انکسار و انحراف اون هستش. یعنی چی؟ یعنی مثل نور که از یک محیطی به محیط دیگه میره و دچار شکست و انحراف میشه، به همین نحو ذات و حقیقت سرمایه‌داری هم موقعی که میخواد وارد آگاهی عمومی بشه، اون هم دچار انکسار میشه. رابطه حقیقت و ذات سرمایه‌داری با آگاهی ما انسان‌ها رابطه انعکاسی نیستش، رابطه انکساری هستش، رابطه انحراف هستش. چگونه این انحراف رو ایجاد میکنه؟ یک روندی هستش که طی سرمایه‌داری شکل میگیره و با تبدیل جامعه سرمایه‌داری به جامعه کالایی و جامعه پولی این شکل میگیره. ما توی سرمایه‌داری رابطه بین انسان‌ها رو به صورت یک رابطه مستقیم نداریم. یعنی مناسبات و روابط اجتماعی در سرمایه‌داری یک مناسبات مستقیما اجتماعی نیست، بلکه انسان‌ها به واسطه چیزها، به واسطه کالاها با هم ارتباط برقرار می‌کنند. یعنی انسان‌ها در جامعه در واقع نمایندگان کالاها هستند. یکی مالک کالایی به نام ابزار تولید هستش که سرمایه دار هستش و یکی
مالک کالایی به نام نیروی کار هستش که هیچ ابزار تولید دیگری رو و هیچ کالای دیگری رو بجز نیروی کار در خدمت نداره. پس در جامعه سرمایه‌داری روابط بین انسان‌ها در شکل روابط بین کالاها و چیزها پدیدار میشه و این باعث میشه که کالاها و چیزهایی که مستقل نیستند ذاتاً استقلال یابی پیدا بکنند. چیزها و کالاها بر انسانها حاکم میشند. کالاها بر جامعه انسانی حاکم میشن. محصولاتی که ساخته دست انسانها هستند بر جامعه انسانها حاکم میشن، تبدیل میشن به بت‌های مدرن. همینجور که در زمان کهن یه سری انسانها بت‌هایی رو با دست خودشون می ساختن و می پرستیدن، در دوران مدرن انسانها کالاهایی رو با دست خودشون می سازن، ساخته جامعه انسان هاست و اونو به نحوی حتی عمیق‌تر از دوران کهن پرستش می کنن. چجور به نحوی عمیق‌تر از دوران کهن پرستش می کنن؟ اینجا جاییه که پول وارد صحنه میشه. یعنی جامعه سرمایه‌داری یک جامعه کالایی است. اگه بخوام خلاصه بگم، جامعه سرمایه‌داری یک جامعه کالایی است. کالاها در جامعه سرمایه‌داری بر اساس ارزششون مبادله میشن. محتوا و ذات ارزش چیزی جز کار مجرد اجتماعی که این کالاها رو ساخته نیست، چیزی جز کار مجرد اجتماعی که ساخته نیست، ولی این در جامعه سرمایه‌داری کنار زده میشه. این محتوا و شکلی که ارزش به خودش گرفته، یعنی پول، حاکم میشه. در واقع واسه اینکه کالاها با هم مبادله بشن، جامعه سرمایه‌داری یک چیزی رو به عنوان پول شکل داده و رفته رفته پول به عنوان پادشاه کالاها وارد صحنه میشه و بر جامعه حاکم میشه. پول به عنوان چیزی که قرار بود، چیزی که نماینده ارزش هستش، به مثابه خالق ارزش پدیدار میشه. پول پس مستقل نبوده، پول نماینده ارزش بوده. قرار بوده که کالاها به این واسطه با هم معامله نمیشن، مبادله نمیشن که پول در مقابلشون قرار گرفته، بلکه به این دلیل با هم مبادله میشن که ارزش دارن و ارزششون هم همون کار اجتماعی مجرد هستش که صرف نظر از این که شکل کار چی باشه، چه نوع کار مشخصی باشه، محصول کار انسانی هستن و این محتوای ارزش هستش. ولی موقعی که پول وارد صحنه میشه به عنوان پادشاه کالاها، طوری پدیدار میشه که انگار کالاها به این دلیل ارزش دارند که پول در مقابل آنها قرار گرفته. یعنی پول به عنوان تجسد ارزش و شکل ارزش به عنوان خالق ارزش هم پدیداری میشه و این به پول یک قدرت جادویی میده. به پول یک قدرت جادویی میده که میتونه هر چیزی رو بخره، میتونه قدرت اجتماعی به همراه بیاره. یک شکلی از فساد اینجا باز در ادامه توضیح خواهم داد که از این فساد، یعنی پول، کم کم وارد صحنه میشه به عنوان ابزار جهان شمول فساد. ولی اینجا اگه بخوایم صحبت بکنیم در این مورد که بگیم سرمایه‌داری چگونه این فساد رو میپوشونه، به این واسطه میپوشونه که یک روابط بین انسانها رو از طریق روابط بین کالاها شکل میده و روابط بین انسانها در روابط بین کالاها پدیدار میشه و این پدیدار شدن هم نه به مثابه انعکاس روابط انسانی پدیدار میشه، بلکه به عنوان خصوصیت ذاتی اشیا پدیدار میشه. انگار این بت کالا هست که جهان انسانی رو خلق کرده، نه اینکه این نظام سرمایه‌داری یک شکل تاریخی هستش که کالا شکلی هستش که محصول کار به خودش گرفته. اینا همه کنار میره و اینا رو میپوشونه و کنار زدن اینم فقط یک مسئله نظری نیست، یعنی نیازمند مبارزه صرف نظری نیست. اگه بخوایم مثال بزنیم، اگه تو دوران کهن که بت پرستی حاکم بود،
مثلا اگر فردی میدید که یک سگ بر روی یک بت ادرار میکنه، این فرد ممکن بود در قدرت بت شک کنه که واقعا خالق جهان باشه این بت. ولی در دنیای مدرن اگه یک بسته اسکناس $100 موجود باشه و هزاران سگ هم روی اون ادرار کنن، باز تقریبا تمام انسان ها برای اینکه اون بسته $100 رو بردارن با هم می جنگن. هیچ کس ادرار کردن هزاران سگ بر روی یک بسته اسکناس $100 باعث نمیشه که کسی به قدرت بت دوران مدرن که پول هستش شک بکنه. پس فساد رازواره میشه، فسادی که در حیات انگلی سرمایه رازواره میشه. سوژه که در اون طبقه کارگر هستش و کارگر هستش، کارگری که با کار خودش داره دنیا رو خلق میکنه، تولید کننده مستقیمی که با کار خودش داره جهان رو میسازه، این تبدیل به ابژه میشه و بردگی اقتصادی این کارگر پشت نقاب قرارداد کار و پشت نقاب حقوق مالکیت پنهان میشه و این یک توهم صرف هم نیست. همونطور که تو مثال پول زدم، پول هیچ قدرت مستقلی نداره. قدرتش همون قدرت مناسبات اقتصادی استثمار گرایانه‌ای هست که این نظام رو شکل داده، ولی در عمل و در واقعیت این قدرت دچار استقلال یابی شده. یعنی پول قدرت داره. پول هر کسی توی جیب خودش قدرت اجتماعی رو هم حمل میکنه. یعنی هر کسی به میزانی قدرت اجتماعی داره که پول بیشتری داره. یعنی شعار این دوران در واقع این هستش که هر کس پولدارتر اولاتر، هر کس پولدارتر اولاتر. این شعار این نظام هستش. خب ببین توی این بخش در واقع من منطق بحث تو متوجه شدم که تو اول رابطه ای که سرمایه داری تو خودش شکل گرفته و متولد شده رو در بطنش میگه که آقا این چطور این نظام رو شکل داده، در شکل گیریش فاسده، خب در همون انباشت بدوی فلان اینا، و میرسونی به تو رابطه شیوه تولیدش و رابطه و حالا توی بالاترین سطحش اون ابزاری که در واقع فساد رو در بالاترین، ما رو داریم میایم توی سطح بالاتری دیگه که در سطح پدیداری عامل فساد خب پوله. یعنی در واقع کل این مقدمه رو انگار که ما گفتیم تا برسیم به رادیکال ترین کالای همسدساز، خب یه کالایی که نمایندگی میکنه همه چیزها رو و حتی اینجا خیلی بحث خوبی مطرح کردی. من اجازه بده فقط طبق یک نکته در این خصوص بگم. پول، گفتی که پول به عنوان یک همسدساز رادیکال داره عمل میکنه، به عنوان یک برابرساز رادیکال و ریشه‌ای داره عمل میکنه. اینجا نکته قانونیه که ما میتونیم حالا یه گریزی هم بزنیم به ایدئولوژی‌های لیبرال دموکراتی که توی ایران هم مطرح میشه. سرمایه توی منطق خودش نه به لحاظ تاریخی، به لحاظ منطقی توانایی این رو داره که تمام تمایزات نژادی، جنسیتی، قومی، قبیله‌ای رو از بین ببره. تمام کیفیت‌های نژادی، قومی، قبیله‌ای رو از بین ببره و همه اونها رو تبدیل کنه به تفاوت‌های پولی. اون کسانی که میگن یک دموکراسی لیبرال ناب بسازید، در واقع دارن میگن که شما کل این تمایزات رو بردارید و یک جامعه‌ای مبتنی بر تفاوت‌های پولی بسازید. خب این جامعه میتونه در منطق به لحاظ نظری ساخته بشه، ولی آیا یک پیشرفت محسوب میشه در تاریخ بشریت؟ اگر به نوع خودش این فرقی با دیکتاتوری پولداران نداره. در واقعش اینا میخوان که یک دیکتاتوری پولداران بسازن، تمام تمایزات کیفی، قومی، نژادی، قبیله‌ای را از بین ببرن که از بین بردنش هم بد نیست، تمایزات جنسیتی، ولی در نهایت اونو با چه تمایزی جایگزین این میکنن؟
تفاوت‌های کمی مبتنی بر پول، تفاوت‌های کمی پولی رو جایگزین میکنن، دیکتاتوری پولداران رو شکل میدن، یه جامعه‌ای میسازن که کسی به عدالت و آزادی دسترسی داشته باشه که به پول، به همون میزانی که به پول دسترسی داره. تو این جامعه همه ببین کاظم جان، ببخشید وسط حرفت میپرم، خب یه سری چیزا رو شما فرض میگیری خب که نیاز به مقدمات اساسی داره. یعنی همین توضیح دادن این برای کسی که با بحث اصلا آشنا نیست که آقا پول یه کالاست، خب خیلی دشواره. یعنی همین که بفهمی که اصلا این چطور پول در واقع شکل میگیره، چطور یه کالاست، چطور یه کالای خاصه، بعد چطور عامل ما و از اون شکل خودش رو از کالا بودن جدا میکنه و به عنوان یه قدرت مسلط، یه قدرت نسبی میگیره و خودش رو از اون شکل کالایی جدا میکنه. یه فتیشیسمی تو این هستی. خب توضیح دادن این خودش یه پیچیدگی داره و حالا در واقع ما نقطه کلیدیمون اینجاست که باید پول رو به عنوان یک عامل اساسی توضیح بدیم. یعنی شکلگیری پول و رابطه سرمایه‌داری، تو رابطه سرمایه‌داری پول چی کار میکنه، بعد کار ما رو ساده تر میکنه واسه این که در واقع رابطه فساد و سرمایه‌داری رو توضیح بدیم. خب تو این بخش اول که تو در واقع خود رابطه پول و کالا و سرمایه و اینا رو توضیح دادی، این به نظرم یه ذره باید فرموله تر، ساده تر توضیح بدی. خب یک بار دیگه یه ذره سادهش کن بگو و به نظرم بحث رو اینجا به عنوان بخش اول با پول تمام کنیم و ادامه بحث رو بذاریم توی بخش دوم. شما هم این بخش پول رو یه بار چیزتر، مشخصتر یه بار توضیح بده و یه جمع‌بندی هم تا اینجای بحث بکن. باشه حتما. در مورد پول بخوایم صحبت کنیم، این جامعه سرمایه‌داری اساساً یک جامعه کالایی است. یعنی ثروت توی این جامعه در وهله نخست به عنوان کالا پدیدار میشه. خب این کالاها باید با هم مبادله بشند و کالاها چرا با هم مبادله میشن؟ چون که ارزش دارند. و ارزش چی است؟ ارزش کار اجتماعاً لازمی برای ساخت هر کالایی، صرف نظر از این که این کار چه کار مشخصی باشه، نجاری باشه، نقاشی باشه، خیاطی باشه یا هر چیز دیگری، این محتوای ارزش رو میسازه. خب پس شد محتوای ارزش رو کار میسازه. خب چیزی که جابجا شده اینه که پول خودش رو میذاره جای ارزش و خودش پوله که میگه من دارم به کالاها ارزش میدم. یعنی در واقع اون نقطه افتراقی که اتفاق افتاده اینه که پول خودش رو داره به جای ارزش میده. اینو بخوام توضیحش شفاف کنم. این ذات ارزش کار اجتماعاً لازمی هستش، کار مجرد اجتماعاً لازمی هستش که برای تولید کالاها صرف شده. خب این ذات باید پدیدار بشه. این ذات باید پدیدار بشه. این ذات چگونه در دنیای سرمایه‌داری پدیدار میشه؟ به این نحو پدیدار میشه که یک کالا به نام پول از جامعه کالاها جدا میشه، و یک کارکرد یا خاصیتی پیدا میکنه که این کارکرد یا خاصیت چیزی جز نماینده ارزش کالاها بودن نیست. یعنی شکلی هست که این ارزش به خودش میگیره. واسه این که این کالاها با هم مبادله بشن، این کالای واسطه میشه. یه جایی نقره، یه جایی طلا. بله، یه کالای واسطه میشه که ارزش کالاها رو پدیدار کنه و نشون بده. این پول هستش. خب و سرمایه‌داری، پس اینجا تا حالا منطق شکلگیری پول به لحاظ منطقی، بحث ما کلا تاریخی نیست، به لحاظ منطقی و به لحاظ اینکه ضرورت پول در سرمایه‌داری چی هستش کامل مشخص شد. ارزش کار هستش، این ارزش باید پدیدار بشه. پدیدار شدنش در قالب یک کالا است، شکل پدیداری، شکل ارزش تبدیل به پول میشه، یعنی پول شکل ارزش هستش و پول بدین نحو وارد حیات جامعه سرمایه‌داری میشه به لحاظ منطقی. و سرمایه‌داری چیزی جز سلطه اشکال میانجی نیستش، همونطور که گفتی به عنوان یک واسطه یا میانجی وارد میشه. خب
ولی این اشکال میانجی، این شکل میانجی و واسطه حاکم میشه بر جامعه کالا به واسطه این که نماد ارزش هستش در این بدین نحو پدیدار میشه که انگار خالق ارزش هستش، یعنی قدرت جادویی پیدا میکنه که تو پول داری میتونی فلان چیز رو بسازی، فلان چیز رو بخری، ولی در صورتی که اون در واقع کالای واسطه است. آره، چون که پول میتونه مایملک هر شخصی باشه و از هر راهی هم که به دست اومده باشه بو نمیده، یعنی مشخص نمیشه که از چه راهی به دست اومده، پس پول میتونه قدرت اجتماعی رو هم نمایندگی کنه. انگار که لشکری در جیبان توست، لشکری از کارگران در جیب‌های توست که میتونی باهاش بری کارخانه بخری. بله دقیقاً همینه. یا کارخانه بسازی و خریدن یکی شد. دقیقاً هر شخصی تو جیبش فقط ثروت رو توی جامعه سرمایه‌داری حمله میکنه، بلکه سهمش از قدرت اجتماعی رو هم خلق میکنه. چرا که یک ابزار جادویی در جیبش داره که به اندازه‌ای که اونو در جیبش داره میتونه بر قدرت اجتماعی تاثیرگذار باشه و قدرت اجتماعی داشته باشه. پس پول یک جایگاه اسطوره‌ای و یک جایگاه جادویی، یک عنصر کیمیاگرانه پیدا میکنه وارد دنیای سرمایه‌داری که میتونه هر کاری رو انجام بده. میتونه عشق بخره، میتونه خیانت بخره، میتونه هر چیزی، میتونه زشت رو زیبا بکنه، میتونه زیبا رو زشت بکنه، میتونه فضیلت رو تبدیل به رذالت بکنه، میتونه هر چیزی رو، میتونه پیر رو جوان بکنه با عمل زیبایی و هر کاری رو میتونه انجام بده. پس این پول یک قدرتی کم کم پیدا میکنه که توی جامعه سرمایه‌داری این میتونه ابزاری باشه برای فساد و پول به ابزار جهان شمول فساد تبدیل میشه. حالا ادامه بحث رو میتونیم توی بخش بعدی با هم داشتیم. ممنون، خیلی لطف کردی. فکر می‌کنم تا اینجا خیلی خوب شد بحث، خیلی خوب پیش رفت و مقدمه خوبی شد واسه بخش دوم. ممنون از همه شما که بحث ما رو دنبال کردید. امیدوارم تو بخش دوم همراه ما باشید.